تو سکی از کی میشم برای ترکتور ری کردم 3 ساعت میشه رفته تالی نموده این روز چاش شد که تالی درکای نیه می چکار کنم خود از اولادا خود از بچه ها چکار کنم چی خاک کسی ها وسط خو کنم دست از اینا اگه برای چیز هم رای میکن میرن ماشون میه متاثر می دیمونه کوبو شد اومد دست از اینا ولی مو تو چی بگم زن و تو چرا به دست عباس نمی ترکتول رای نمی کنی من 3 ساعت میشه رای کدوم برای ترکتول یعنی 2 ساعت میشه اصلا بدر شده اول این چکر زده برده خب من یعنی چکار کنم من چی خاک کسی وسط خونم اونجی من از صبح تا بسر خرمن شیشته هنو نماشون مایی بشه یعنی نخمیدی عباس با ما تو کار دارم ولی چکر زی من دیگه اینجا باشه خور بخورم و تو اینجا جی بیغم بکن شا چکر دیور ترکتوله وای 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 تو سیکو خودی بیان ترکتوله نورده میگو چرا ترکتوله نوردی؟ چرا اینجا نمیاری؟ جور بد کنیم برجا بیانه که بله و خاک رزم بیل مسکو سال قبرستون منه هم بلرم نتون سور در بیاری خود خوب کی گفتی بابا که بلرم بیار همین هم گفتن مایه تو 3 ساعت پیش ری کردم برای ترکتول که بری بیاری که خرمن علت کنیم این روز نمازدگر شد کو خب تو به کجا بیدی از تو؟ خب بابا سر ترکتور بیری کردم تل دیشتک بیاردم این کوچه ها که بیاردم دیدم یک این کوچه گنبست کوچه بود اگه تل خلاص کرد با پرتر دادم برفتم خونه پول برسید میگم هم دمی که روشن میکنی چرا هم تیل و مبلنج سعی نمیکنی؟ خب من چی فایده که تل دارم زد که این ماشین جمع کنه پس مرد با برفتم به خونه پول آوردم تل انداختم بیاردم خب حالا با تو برات بر کنه 3 ساعت وقت برو بیلا بیار دیگه با بیاد پلی من بشیشته مرکز سودایی کردیم بخی وای 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 بابا 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 خوبین سلامتین شکر زنده باش سلامت باشین بابا چرا گوشی شما خاموشه گوشیم برق ندادیشم ایاد برک رو برق کنم دوماز ما گیلک مثل که ماه بیایم میتو تا راه من خبر دارم تو چی میگی؟ علیا عمل زنگ زد به گوشی شما زنگ زده بود اول باز گوشی شما خاموش بود باز با خونه زنگ زد با من خیسکده بیامدم که شما را خبر کنم ولی رسی میگی؟ علیا ردمرز شده فکر کنم تلفاک سیکو کی ردمرز شده ولی من بیامدم برای شما گفتم برو بابا خوب بیاید دیگه خب پس برو با عباس بگو ده بگو جور تیار نکنه خیره یالا که عباس همینجا خودم ترکتور و تاجی همینجا میگم بگو خاک نرزه تاجی که مثل منو میشه ببرم پایین خب دیگه امروز خیلی نزدیک نمک شده خرمن لد نمیکنین لد نمیکنین؟ نه دیگه چی لد کنین میرم خونه میرم این مثل اون نیه دیگه خوبه درسته برین که بر شاید حال که ما بریم هم بیای دیگه بیشتر دیر کردم بابا بابا علی بیامد بابا بابا بیامدم سلام جانجل خیلی یحته جانجل تیرحتی السلام علیکم کاخوخصون
جان سلامت باشین زنده باشین استری باشین خیلیت اول خوب سلامتی شکر زنده باشین جان جوره چی گپایه شنی سلامت باشین زنده باشین سلامت باشین بیا والا دیگه بیا استرم خوش اومد شکر خوبه سلامت باشین شنی دلچینی جان دلچینی اشتنی جان جوره باید بخونه یالا بگم لالا کشتمند خورم سیل میکنی منی بیا برارم کرایه خوب بده چی لالا کوکو جان امی بچه شما نه دوماد منه چه دومات شما نه امی حساب کرایه لالا جگه چند نوشه سو کرایو کرایه برارم 1200 روپیه مسکیره پاکستان اردی برارمه نه جان برا من درباس کرده برار خوب اگر من درباس می یک مسافر بخور نرشم کلا به خاطر از یادم من گفتم لالا ما بخور مسافر رو میزنم کرایه تا تا گفت نه من مسافر لازم ندارم که تو بزنی فقط شخصی درباس که من مستقیم دام سراغ خسر متاکد باش ما برام خود پرسان کن که چند تو گپ زده لالا بریم لالا پرسان کنیم مشکلی نیست چند گپ زدی گیل خوده بله. چند کرای خو گپ زدی بیدی خودیو کی؟ خودت چند گپ زدی بیدی کرای خو اینا گفتم 1300 من گفتم آخر 1200 بیشتر نمیدم 1200 تو اصلا مرز آورده کدی خود همراه کو مثلا چه مرد اسلام غله مثل اسلام غله ای تو قدم رای برای کوکو خدا جان، بدون زلیه سلامت. تا اندازه زلیمینیه کوکو جان من 5 نفر به داخل از این میشنم 5 چند میشه 12 و نیم ساعت 13 سه بزی گفتم با 12 خود درباس آوردم برام این درباس خودی میگه از گفت اجازه نداری یک سواری برداری چه 4 نفر دیگه نشینی برو خوبه کردم نگوش جان برو نگوش تک ما گفتم 20 دقیقه میگه صاحب کنیم صاحب کنیم مسافرام پرش تو رو میذارم میگم گفتم میرم خصوص خد کردم درباس کلا لو جگر حتی یک مسافر اندیش مسافر متاکا راست میگه گیلا اوه ندیدی چی کرای خو ما کره دبل شدن کوکو خوشو گردنم بند باشه نه اگه یک دیگه کوکو جان بله. هنوز ما قانونی تکس ما اینه که فقط ما دروازه ملک استفاده کنیم تاشو نداریم دروازه ملک این بیارم من از این کوچه به این کوچه از این کوچه به این کوچه آخرام بیار دشته میوارد به سیاوشون بلدم نمیارم 40 تا کوچه خوری از دلم بگشیم تا نام سرا شما پیدا کرده او گناه من ما 7 سال 8 سال بشه نمادم مال من بیام مال من بلد شدم ما خب گناه منه نه با گناه من ماما بگم عباس تو برام 1200 آمده خصو دیگه کارو خو نکنه لالا چی کارو خلال جگر سویا خو پر کن آره کار کرده شد با مسجد حرامزاده میشه یک بار ما شما خونه بری وای 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 از که ما برایم تا حال ما چای صبح نخوردم آدم کلون رسه کنه از یه که با من بگه بیا بریم چاشته تا برغم برای من میگه 1200 ریبم پولیه همون دومات با 1200 ریبا تو نمیارزه ارزش نداره ای به ساخ سالمون رفت چه کار میکنی؟ 1 ساعت اونجا استاد کرده آنو همه 800 پول بودن چندی؟ 800 800 آه اما کوکو ما مسخره شما نکه 800 روپیه چرا ماما 1200 ریبا مال خود گل زمور سلام بیا خبر مسخره شما شده خونی نداره کجا بیارم ماما برو ما اصلا خراب نکن از کجا بیارم فقط میگی ما مسخره ازی شده میگه 1 ساعت ما از این کوچه به این کوچه میده و از این کوچه به این کوچه تا سرا پیدا کنه حالا کم میگه 800 ریبه برو بیا سرا کو بیا آقا مسخره از این مردم شدیم ما چی گپ ماما بابا جیگر جون جیگر 12 سال مال به شما نگفتم حساب میشه خب خود چرا 800 برسه دیره کنی حالا برسید کنم تو بیارم ما چی کار دارم ندارم کاکو ای تو هم کیسه آره هم برای مال ترشی آقا کن جیگر ندارم نیه بیار نیه دیگه بیلی کنم اول ری میکردم دیگه آقا برای من خونه بار دارم بیارم ما امیزوانه که شما داریم بسته نداره با خونه بانگ دارم یک ریفه دیگه نیو در خونه همینا به کرای کردم برای تو دیگه یعنی شما ندارین گفت انی توی کیسه همه
من این موبایل شما رو میدم. لالا جو نه برو بابا بابا گوشی ما بعد پولام رو بگو بریم. تو گوشی ما چی الا کومو کردی؟ اعصاب خراب کنی. الا کومو برو. بده گوشی ما کوکو خیریت برو یا همین برو بابا جگه برو اعصاب خراب نکنه من. اعصاب ما اسی شما بده. ملکو. بگو بده دیگه پانیه بده کجا میری کجا میری گوشی ما بده گیلا جوشی که پای دیگه برو فضل خدا شکر. ایشته شد که یک دمه می حرکت کردی و افغانستان یادی از ما کردی به من ردم اسکر همه رو بیامدن مرتککا مهمونو خب اسکرکا بیامدن تا گفتم بچه کجایی؟ گفتم بچه زمان ما بگشته گفتم بچه هم اینجا مرتکب سرم شک کرد. انا گفت بده امو کارت شناسایی خود. ما گفتم کله تا خرابه من کارت شناسایی دارم. مر بشناخت آره عرض کرد. خیلی وقت هم میشه که نایمه دیده که به افغانستان 7 سال میشه. من دیشب اردوگاه بودم. دیشب اردوگاه بودم. پریشب هم اردوگاه بودم. اردوگاه بودم منه. سر وقت رنگ ازی و خوش هم دکر. خیلی خوشی بزنه تو دیر کردن کاکا خصوص. میگو کاکا جو کسی نی از تو پرسان کنه تو چرا موتر در بس کردی؟ به 2 ساعت 2.5 ساعت تو رو برمیدش میاد به دروازه ملک تعمیر کرد از اونجا مساق به سیری به موتورا میشیشلی میامد اینجا تو چه به 12 ساعت موتر گرد زدی بودی؟ کاکا خصوص گردن رو بند باشه همین مرتکک اینا همی تو آدمایی هستن با ما گو ما 2 ساعت 2.5 ساعت طول میکشه انا بالا تو دیر نشه من یه چیز کنم من یه دربستی برم گو با کجا میری؟ گفتم من میرم به زینجگاه میام سیوشون گفتم من ماما جو تو تبم در خونه شما دربست ببرم گفتم ما میرم به خونه خسور خون به 12 ساعت که من کمتر نمیبرم تو خانه 8 ساعت پیل دشمن که گوشی من آوردش ببرد از اون همه جنجال گوشی داشتن که گوشی من آوردش ببرده گوشی شما رسید چرا بدادین گوشی خود؟ کار میکردن دیگه وردش بر هر چی که راده بده خور من اختوال متان خوب دروازه متان خلا که بر پیش ما بیلا تو بعد از 7 سال میدم پیلم هم کسی خونه داشتی میگه من ردم عرض کردم بستونم از من اما اسکرکا بعد گفت آقا پسر گفتم هاو گفت مرد گفت بعد 250 پول نون خور گفت بعد چنده 850,000 گفت بعد من چون کرایه خور گفتم که پول بده هر چی داشتم تا کیسام من لاش کردم خود چه به پیرمرده خود زنگ نزدی که تو خلاص میکردم از میجی نمیشه اونا اصلا فرصت نمیدم درجا را آدم عرض میکنم ما خوب شد پول به پیش می بود 1 میلیون بود 1 میلیون پول بده میدم نانه گفت که برو نانه جو چیز کو برو با ما روغن بستو کم چیز میزی هم بستو غن بستو چایی بستو انا بیام آدم بیام یک بار مرتکه گاز کرد که گفت بچه که یه گفتم چی ترام گونی تو دروغ میگی مال بیاورد خب 1 میلیون هم پول دیشی آخرم 12 ساعت پول ندیشی که به مرتکه بدی نه بابا اونو که به مدزل تمام آمدیم بفهمیم بابا حالی گوشی مر بودن اونا چطور از همین کنم تاکسی اونای همین کسانی که اینجا دربست میکنن میاره این بابا گفته بیا که تو رو دربست برم به در سراتو سیاری هم میفهمیده که زیر سر نمیخوره پیدا نمیشه او هم از خود هدف داشته با کار خوبی نشد هنه میگن گوشی بابا منم بستندن کو گوشی مر بود تو چی میگی نمیدادم اشتم بزرگ بستم کیسا من ندیم اینا تلاشی که نزبات من خوشی می نکجا اونا امروز به عروسی خبر بدم عروسی زنانه بود بفهمیدی؟ عروسی زنونه به عروسی رفتیدم پاشو بریم تحصیل شما مرغ هم داری بای؟ مرغ هم اینجا مرغ داری که چی بگم این درسه کو مرغای گوسپندای سگ کنه داریم سگ هسته بوی سباخ بوی سباخ چه
سگا بسته بیت شاید پای بششتی میگیره بسته سگ ما سگا بسته خب گمش کو از ایران اختلاط کو که چی گپا بود دیگه حالی بیامد تو برای سگ چه چه کار میکردی؟ اختلاط کو دیگه چه کار میکردی؟ من اونجا یک شرکتی بود یک مرغ دلدری میدادم مرغ دل داری میده آه. رشته دلداری میده شرکت مرغ مرغا رشته دلداری میده آه. مرغ هم دلداری میده اونایی که میبردم اونا رو بکشم مرغا رو من دلدری میدادم خوب وظیفه داشته اوه والله وزی همیته وظیفه ها خوبه مرغ دلداری مرغ رکت دلداری داده بابا موال میشنوادن خدا باز چکر زده میری برو چکر بزد سگ نگیره من عباس وش کنی که سگ نگیره خوب خب یا بابا گوشی شما گفتیم بسندم بابا بسون بابا